دوستان گرامی طور می‌دونید امروز بازی بین دسته‌های استقلال و استرافشان شهر استرافشان است و محض در دور گذشته یک هفته پیش دو نفر از استرافشان غالب آمدند و شاید سبب به دوشنبه اومدنشون همین باشد که تحفه ها رو از ما قبول کنند، چون پیشگویی از شما و تحفه از ما همیشه با شما است. و از این رو حالا بیاید عبدالحکیم محمدزاده هستند. خوش آمدید به هم ورزشگاه مرکزی و هم به برنامه ما. شما اصلا غالبی تو باشید. ما برای توپگیری اومدید یا برای بازی استرافشان؟ هم برای توپگیری هم برای بازی کمان. اول برای بازی استرافشان اومدم که دسته دوست داشته خودمون رو دستگیری نماییم، بعدا برای جایزه توپگیری. خب به هر نوع شما قناعتمند هستید که دسته استرافشان امروز خوب همین بوده بازی بکنه؟ البته قناعتمند هستم. این سال چنانه که می‌بینید دسته ما پرقوت شده ایستاده است. در مرحله یکم چمپیونات ما استقلال رو بریدیم. ما قناعتمند هستیم که دسته ما همین که بازیگر ایستاده است، ما همه وقت استرافشان به پیش. سلامت باشید. عبدالحکیم محمدزاده دوستان گرامی بازی بین دسته‌های استرافشان و اسقاط رو 2-0، کوکتوش خوجند رو 1-3 و رفشان دوشنبه رو 1-1 پیشگویی کردند. این شماره 3 بازیه که گفتند درست است و در همین مدار سید نجمی‌الدین اسرارов هم 3 بازی رو پیشگویی کردند. توی مرکزی ورزش ارتش خطرون 2-1، استقلال فایزکن 4-0 و کوکتوش خوجند 1-3. نماینده سید نجمی‌الدین هم اینجا حضور دارند. پیش از همه این غالبی اساسی توی فوتبال رو با غالب ما میگیم. مبارک شد برای شما. فکر کنم که این همچون یاد بود در شما باقی خواهد بود. و این طور میبینید اون پیراهنه که فرانسوی ها در چمپیونات اروپا برآمد کردند نصیبی خوب سید نجمی‌الدین میشود. شما با اون کسا سنید تشکر که در برنامه ما بودید. با برنامه های ما باشد، در آزمون ما اشتراک کنید و صاحب چنین جایزه ها گردید. ما این توپ رو برای چی خالی آوردیم و طور میگم باد نزدیم، برای که بردن شاید به استرافشان دشوارتر است، این طرف آسان‌تر. برای این هم باز یک خلطه یا خود چیزی که میگم برای بردن اینها هم آماده کردیم و آنها به استرافشان برن. خوب برای کار تماشای خوب، موفقیت برای هر دو دسته. سلامت باشید. خوب سلامت باشید.